الاربعه و کتاب عمر بن عبدالعزیز، آخرین دست از عمر بن عبدالعزیز تابعین رحمه الله، مدخل شناسی و ان شاء الله سیره فردا ان شاء الله ادامه داره باذن الله. برادرایی که طالب علم هستن برای این سوال جواب بکنین بهتر میشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي كريم؟ الحمد لله بخير. كيف حالك أنت؟ بخير وعافية. شيخ كم تر صحبت کنیم ولا سوال جواب کنیم کم تر؟ برای اینکه مردم زیاد است. بفرمایید. کمتر باشد بفرمایید. سوال کنیم سوال درو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خوبه إن شاء الله، أحوالكم خوبه؟ جزاك الله خير. بارك الله. همین از سوال بود که همین شخص یا اون شخص از دنیا بگذرد، مثال فاسق باشه یا زیناکار باشه، ما میتونیم امور رو بعد مردنش به هم تعریف میکنن اون چی میکنن، ما میگیم نه از زیناکار بود یا فاسق بود. پیش از این حادثه اگر این موحد باشد، اگر این یکتاپرست باشد، اگر این مسلمان باشد، نماز میخواند، یکتاپرست بود، موحد بود، لیکن فاسقی داشت، وفات کرد، بعد از وفاتش ما باید درباره او زیناکار بود نه او بد بود این چیز رو ما نمیگیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا تسبوا الاموات، وفات کرده ها رو دشنام نکنید، تحقیر نکنید. برای چی؟ برای که فانهم قد افضوا الى ما قدموا، زیرا که آنها رسیدند به نزد الله، اونها بس به جزا و به سزای اعمالشون رسیدند. اما اگر مشرک باشد، اگر کافر باشد، طاغوت پرست باشد، در این حالت حتما ما این چیز باید بیان کنیم. جزاک الله خیرا. حیاک الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین برادران؟ صحبت خوبان؟ اهل بیت مسعود؟ جزاک الله. الحمدلله برادر، بارک الله. فیک بارک الله. برادر اینجا یک دو سه سوال دارم. در همین بین برادران 4-5 کس باشند و یک قاری باشد، یکی دیگری باشد قرآن میفهمیدگی آدم باشد، یعنی که مضمونا میفهمیدگی آدم باشد، دیگر کس قاری است لیکن مضمونش نمیفهمد. بین همین نوع کی نماز گزار میشه؟ همین سوال جواب بدید انشالله ضبط کنیم، انشالله منتشر میشه، فایده میشه انشالله. بارک الله فیکم. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. میکروفون خاموش کنید برادر. اما بعد، در مسئله امامت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند امام شود از بین شما، فلیؤمکم، پس به شما امامتی بکند، اعلمکم بالقرآن، داننده ترین شما به قرآن. در روایت احفظکم بالقرآن، یعنی کسی که حفظش از قرآن زیادتر باشد. گپ و موضوع و مسئله درباره سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نظر میکنیم در موضوع این است که وقتی که 5 نفر موحد هستند یا 3-4 نفر موحد هستند، در بین این موحدین یک نفر حافظ قرآن است، در این حالت حافظ قرآن میگذرد. گپ درباره موحدین است. وقتی که همه موحد هستند، از درون موحدین یکیش تجویدش بهتر است، قرائتش زیادتر است، حفظش زیادتر است، داناتر است، انا این امام میشه. اما وقتی که گپ درباره اهل بدعت و اهل سنت، اهل کفر شرک و اهل توحید می رود، در همه وقت، در همه حالت امام موحد می شود، اگرچه حفظش کم باشد، اگرچه علمش کمتر باشد. وقتی که یک حافظ قرآن شرک داشته باشد، وقتی که یک حافظ قرآن یا عالم دین اهل بدعت اشعری و متردی باشد، اصلا این را گذرانده نمیشد. بارک الله فیک. جزاک الله فهموشید خیرم. برادر؟ جزاک الله خیرم. و ایاکم. بارک الله فیکم. بفرمایید. جبرائیل گفتنی یک میتونه نوشته است که پس چرا دوملا حکمت الله را روزش نمیتین در تگ خوک؟ ببینید، شما نصف سخن ما را گوش کردید، نصف دیگرش به پهلوی گوشتون گذشته رفته است.
ما گفتیم یک انسان موحد، یک توپرست، وقتی که گناه داشته باشد بعد از مردن در حق او صحبت کردن درست نیست. اما وقتی که یک مشرک وفات کرده باشد مردم این مشرک خوب بگویند، ما باید واجب است که بگوییم که نه، خوب نیست، این یک گمراه بود، مشرک بود. اگر مشرک بود نگوید، دین ویران میشود. مردم بعد میروند گفتگوی هم به اطاعت میکنند. بارک الله فیکم. فرق وجود دارد. بله حکمت الله اکتوپرست نبود. حکمت الله کتاب جوشن امان دارد. نظر بکن، طواف کردن به قبرها را، استغاثه کردن از مرده ها را همیشه جایز میگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هست انشاءالله نقه. جزاک الله خیر برادر عزیزم. بارک الله فیک. خوبیم، بفرمایید. من همیشه راست بگم خیلی سیستم همیشه برادر ابو حمزه خوب درس همون چیزی خوند درباره یعنی مقصد و قبر پرسته و چیو و گذشت همونجا مقصد گفت با کپاس سوال دادم برادرم ما گفتنی که اینجا مقصد روی شیخ ما دم یک سوال که وقتی که شما آیت از قرآن میخونه و از حدیث همین تگ در نوشتن همه جایزه یک نه. بو که ندارد. اگر یگون گوش بکنند و بنویسند بو که ندارد. ما تو این درجه سخت نمیرویم که صحبت بیهوده نوشتن درست نیست، شوخی بازی کردن درست نیست. لغو است، لهو است، لعب است، بازی است، شوخی است، درست نیست. اما اگر یگون سوال بیتیاد، یگون چیزی رو بپرسد بو که ندارد. برای اینکه بعضی وقت مثلا شخصا خودی من گوشم شنود، من میتوانم که مثلا به گوشم بشنوم، به سرم یک کمتر فکرم داشته باشم و به دستم یک نویسم. این چنین حالتم بعضی شدهش ممکن است. بارک الله فیکم. شیخ اوز پیش سخن درمدن این مسئله همین که یعنی دلیله که سوره ممتحنه آیتی 4 بیت همین درگیجه اومدگی گفت ما گفتیم در قرآن اومدگی است. همین بوز که همین مسئله به شاید صحبت کرد. ما در این مسئله اگر در یاد داشته باشین، دیروز بود یا پریروز درباره ملت ابراهیم صحبت کردیم. بله، ملت ابراهیم علیه السلام رو آموختیم. من به هر یک نفری شما برادر و خواهرای عزیزم همچون برادر شما میرسونم و نصیحت میکنم که خواهش میکنم همین درس قواعد الاربعه را خیلی خوب گوش بکنید. خیلی مختصر است، مغز سخن گفته شده است، خصوصا درباره ملت ابراهیم. ان شاء الله این آیت سوره ممتحنه هم از اینجا میفهمید ان شاء الله. بارک الله فیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عزيز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابو اسماعیل اینجا نوشتن که شیخ به خاطر الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارم. الله يسلمك. احبك الله الذي احببتنا فيه. سيف الله تفضل بفرمایید. الله شما حفظ کنه شیخ. یک حدیث الله اعلم شاید ضعیف باشه شاید صحیح باشه، اگر معلومات می داشتید ممکنه همین گویم کم ترک شرطی همینه. من الله اعلم در گجا فهمیده بودم کدومی گفته بود یا در اون ویدیو تماشا کرده بودم که گویا که همین صحابه ها وقتی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم قرار نشسته باشد و آمده گفته باشند که بیای فلان جا میریم حرکت میکنیم، خلاص هوای پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم خیزاندن و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم رفته لباساشون پوشیدن و آمدن که بهانه جویی کردن که ایستید من روم مادرم کتی خیر خوش کنم و حال کارم ماندگی ای و از الله نمیزیبد که از ره گردد. اگر همی صحیح باشه کمتر شهر میدادید. جزاکم الله خیر. والله اعلم. به این نمودی که شما نقل کردید در یاد ندارم. والله اعلم. ان شاء الله با یک نظر میکنیم میبینیم.
جزاكم الله خير. حياك الله. انسامبل اژدهار واسه انسامبل شدن که ماشاءالله صوفی عاقبت شمینه. ببینید این به من ارتسو الله هدایش بکنه گمراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله أستاذ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه أخي الكريم. بارك الله فيك. الله يحفظكم کنم أستاذ جان. الله صبرتان تیا. أستاذ یک چیز بیان کنم. امیرا یک گوش دیه. أستاذ یعنی که انسان که کفر به طاغوت نداره و همه دیگر قانونا را شوم میبینه و به خاطر الله نیست همه هم برابر در یکم یعنی که شر لا اله الا الله داخل میشه. داخل نمیشود. برای چی ما وقتی که ملت ابراهیم خوندیم حنیف بگید کلمه رو خوندیم. حنیفیت ملت برادر عزیز میکروفون خاموش کنید برادر. هر یک شما به ما هر دفعه باید بگوییم برادر عزیزم. الله المستعان. خب ما در قواعد الاربعه خوندیم که ان الحنفیه حنیفیه ملت ابراهیم. حنیفیه گفتیم چی است؟ المیل عن الشرک الى التوحید. از جانب شرک به توحید آمدن، ترک کردن شرک با قصد. یک نفر کفر به طاغوت نمیداند، نمیفهمد، حکم غیر الله بد میبیند، نه به خاطر دین، نه به خاطر الله، بلکه به خاطر خودش. این کفر به طاغوت ندارد. همون وقت کفر به طاغوت به وجود می آید که انسان طاغوت را به خاطر الله ترک کند. فهمیدید برادر؟ حنیف باشد. حنیف همین که طاغوت بودنش را، شرک و کفر بودنش را داند و به خاطر الله ترک کند. بارک الله فیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد ابن ابو وقاص نیست است که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دویم سوال ما در محبسیم و انسان هایی که هستند با راه قمار و فون بیت پول مییابند. ما میتوانیم نان نمک آنها رو بخوریم؟ نه، نمیتوانیم. تناول نکنید. نان نمک آنها حرام است. اما اگر شما گرسنه شوین دیگر نان و نمک نباشد، به خاطر نمردن اگر بخورین بوکه ندارد. و من اضطر غیر باغ ولا عادی فلا اثم علی. در این حالت بوکه ندارد. اما اگر دیگر شرایط باشد از نان و نمک کسانی که نان و نمکشون حرام است تناول نکنید. شیخ، همین سوال خواهش برادرای موحد ازبکو دادن. همین زمین کره شکل است یا هموار؟ چی فایده دارد کره شکل است یا هموار؟ برادرای ازبک مگر دیگر کره ندارند؟ الله اسلام بکند برادرایی که در ازبکستان هستید. الله اسلام بکند. همه قدر مسائل توحیدی موند، مسائل بزرگ موند. ازبکستان نیمش در شرک است، نیمی دیگرش عذرالمشرک است. صوفی است، دین است، اون است. اومدید کره شکل یا کره شکل نه. برادر برگشته می نویسن کره شکل است یا کره شکل نیست. علما در این مسئله اختلاف کردند. قسمی از علما کره شکل گفتند، قسمی از علما کره شکل نیست گفتند. بوکی ندارد. هر دوشون اجتهاد کردند. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که کره شکل است و بسیار علما میگن که کره شکل نیست. بالاخره بوکی ندارد. کسی کره شکل گفتن بوکی ندارد، کسی کره شکل نیست گفتن بوکی ندارد. والله اعلم. این همون مسئله نیست که الله به خاطر همین آفریدگی باشد یا به خاطر این کسی جهنم رود یا یگون مسئله واجبات، اصول، ایمان، مراتب، یگون چیزی نیست. همین گلاون همین زمین هست برادرم. چیزی مهم همین است که همین زمین هست، بالاش به زنده هستی، بله موحد باش. اساس همین است. کره شکل بودن و پهن بودنش این یگون مسئله را دیگر نمیکنه. بارک الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوب سيد الشيخ، الله شما رو عزیز بکند. حياك الله. الحمد لله خوبم. جزاك الله خير. بفرمایید برادر. اخی جان، یک برادر موحد سوال کردن. اولا گفتن که سلام ما رو به همین شیخ برسونید
الحمدلله طالبی من بگیم خطا نمیکنیم. حافظ کل قرآن است شیخ. اما در مسئله توحید عقیده الحمدلله آموخته سوده است. همین درس شما رو گوش میکند. خیلی هم مینداری کردن. از سببی که شیخ یک چند مدت پیش یک چند سال بگیم قبل همین کتاب‌های بدیل و سعدی و حافظ و همین ها را مطالعه کرده است. یک چند بگیم 1000 بیت همین ها را از یاد کرده است، حفظ کرده است. لیکن یک نوار شما را دید است که نسبت همین شاعرها بگیم بعضی سخنان گفته شیخ امروز سوال کردن که همین عقیده بدیل رو یک بیان میکردن شیخ و یک شعر هم برای ما روی کرده است. گفته است که همین شیخ باید بگوید که آیا نسبت همین شعر شیخ چی مقصد فکر دارد؟ بارك الله فيك برادر عزیزم. اولا ما این برادر خیلی که دوست دارشنو بیان کردند. میگیم که احبک الله الذي احببتنا فيه. اللهی که به خاطرش ما رو دوست داشتید الله شما رو دوست بدارد، الله هیستون بکند. و ما خیلی خوشحالیم که الحمدلله این ملت تاجیک همچنین مسلمان ها، موحد ها، مردم جوان های با خرد، با حکمت و با علم و معرفت دارد. حافظ کلام الله است، طالب علم است. الله حفظش بکند و در حقش همه دعا میکنیم که الله به این برادر برکه بدهد، فهم صحیح نصیب بکند و ان شاء الله یکی از بردارندگان رایه بیرق توحید باشد و یکی از علمای اهل سنت و الجماعه باشد و در صف موحدین، نصرت دهنده موحدین، نصرت دهنده توحید باشد و همه طالب علمان اهل سنت و الجماعه را الله سبحانه و تعالی حفظ بکند و از همه مشاکل الله سبحانه و تعالی اونها را، طالب علم و علما را الله سبحانه و تعالی حفظشون بکند و مشاکل رو برطرفشون بکند. اما در مسئله شاعرها بله شعری بدیل رو به پایان نویسید که این خیلی شعر است یا بگوید نویسید با خوبتر است. میبینیم که اگر من 4 مصرع است همین تا میگویم اگر که اجازه باشد. اینجا خب ای دین تو اصل و فرعی جان و تن ما، نوری تو دلیلی معنی روشن ما رو تو نمودی آنچه حق را شاید، این حق ساقط نگرده از گردن ما. بارک الله فیک. من در مسئله شعر بدیل زیاد در 4 بیت یک مصرع صحبت کرده نمیتونم. اگر کتابی بدیل در نزدم میبود من البته که این بیت رو پیشش رو و عقبش رو میدیدیم صحبت میکردیم، برای اینکه شعرهای بدیل خیلی هم شعرهای نازک و پیچیده است. من از اینجا بگم در حق الله صحبت میرود یا که در حق رسول الله صحبت میرود شاید دیگر مسئله است. در گمان من در حق الله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میرود و اهمیتی عمل کردن به دین میرود یا در مسائل قدر کمی داخل میشد. والله اعلم. شعر پردیل بگویم معذرت خواهی میکنم، شعر بدیل خیلی شعرهای از نظر جمله بندی و از نظر کندکاریش خیلی هم نازک است. به مانند این که من یک چند شعرهایش رو میدونستم. چی میگد؟ کس را علم فن را پس کس حدی او را نبست، به جهادی پی همین ناید بد است. غرب را پیشرفت غرب نه از رقص و رباب، نیزی رقصی دختران به حجاب، نیزی سحری ساحران لالاروس، نیزی عریان ساخنی از قطع موست. قوت مغرب از علم و فن است و از همین آتش چراغ روشن است. و این چنین بیت های خیلی هم نازک دارد. از همین جهت من در این بالای این بیتی که شما خوندید هیچی گفته نمیتونم، اما اگر پیش این بیت می بود بعد این بیت می بود شاید اون چیزی میگفتیم. شیخ یک چیز دیگه پرسم، عموما همین عقیده بدیل چگونه بود اخی جان؟ احسنت برادر عزیز. من خواستم که در همین موضوع هم حالا کمی شروع بکنم که شما سوال کردید. بله شاعرهایی که خیلی هم بیت ها نویسند اما در باب عقیده گفت ها ندارند یا که کتاب ها ندارند از جانب دینیشون، یک بار همین کارشون معلوم میکند که در جانب عقیده ضعیف بودن. بدیل
یکی از شاعرهایی که صوفی غلط نبود، لیکن در منهج نمین صوفی های عادی، اما صوفی غلط نبود، مردم عادی تاجیک خیلی بعضی شاعرها خودش صوفی میگردم خیلی. و یک شاعری که درد امت رو، شکست امت رو نمیخواست، یعنی مسلمانی صادقی که گویا که یک مسلمانی عادی صادقی که از شکست خوردن این امت، پراکنده شدن این امت خیلی هم ناراحت بود. برای همین در شعرهایش فقط در باره امت رو از غرب به غرب پیروی نکنید، خودتون عزت یابید، خودتون سر بلند شوید، چرا پراکنده شدید، به یک جا جمع شدن صحبت میکرد. فقط به زنده کردن غیرت مسلمان ها شعرهای زیادی دارد. اما از جانب عقیده، جانب های عقیده‌ای مشکلی البته دارد. از همین جهت ما مخلصی بدل هم نیستیم، دینمون رو از بدل هم نمیگیریم، لیکن برای ادبیات تاجیک، برای خوب شدن ادبیات اگر کم کمی به شعرش نظر بکنید باکی ندارد، لیکن بدل نه یک عالم دینی، نه یک مرجع و مصدر اهل سنت و جماعت، یک شاعر است. شاعر رو ما هیچگاه عالم دین نمیگیم تا همون زمانی که علم دینیش رو بیان نکرده باشد. بارک الله فیکم. اینجا گفتن قوت دین از مقام وحدت است، وحدت از مشهود گردد ملت است، شرق را از خود برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. بله، قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دخترانی به حجاب، نیز سحر ساحران لالاروس، نیز عریان ساخونه از قطع موس، محکمی او را نه از لادینی است، نه فروغش از خط لاتینی هست، قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغ روشن است، حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم هنر عمامه نیست، علم و فن را ای جوانی شوخ و شنگ، مغز می باید نه ملبوس و فرنگ، گر کسی شبها خورد دوغ و چراغ، گیرد از علم و فن و حکمت سراغ، ترک از خود رفته و مست و فرنگ، زهر نوشین خورده از دست و فرنگ. بنده بالاخره ببینید این بیت ها فقط غیرت شما رو، یعنی علم آموز اینو جمع شوین، انا خیلی چیزها. شاعر بالاخره شاعر. بار دیگر میگه برادر اهل توحید، برای ما قرآن کفایه است، سنت کفایه است، فهم سلف این امت کفایه است. اگر شعر خواهید، اگر خواهید که به شعر به طرز شعری هم از عقیده و از اهل سنت و جماعت باخبر باشید، مرحمت. امام شافعی رحمه الله دیوان نوشتند، اما شاعر بودن امام شافعی از شاعر بودن این رودکی و بدل و اینا فرق دارد. شاعر بودن امام شافعی شعرشون علم است، علم شعر کرده نوشتند، عقیده شعر کرده نوشتند. مثلا امام ابن تیمیه رحمه الله شاعر بودن، اللامیه گفتگی کتاب دارن، لامیه همه شعرشون آخرش لام کته تمام میشه، هر یک بیت آخرش. امام ابن القیم الجوزی یک کتاب خیلی بزرگ دارن، نامش نونیه هست. نونیه زیاده از چند هزار بیت است. در این نونیه سیره پیامبر میگویند، عقیده اهل سنت میگویند، فضیلت صحابه میگویند، منهج اهل سنت میگویند، رد به جهمی ها میزنند، رد به خوارج ها میزنند، رد به مرجئه میزنند، جنت وصف میکنند، جهنم وصف میکنند. همین عقیده اهل سنت شعر کرده میگن. ما وقتی که شعری ابن القیم الجوزی رو میخونیم، ابن تیمیه رو میخونیم و پیش از همه امام سلف امام شافعی رو میخونیم، دین میآموزیم. شعر حتی یک شعری غزل نه، دین میآموزیم، از همه جانب دین میآموزیم. حالا روز میشود، انشالله روز میشود که وقتی که ما کتاب‌های زیادی رو به پایان رسانیدیم، شعرهای بخصوص لامیه و نونیه ابن القیم الجوزی رو اگر نونیه رو شرح بدیم، سبحان الله، من خودم در نزد یکی از علما این کتاب نونیه رو شرحش خوندگی هستم و ابن عثیمین هم خیلی خوب شرح میکرد و طبعش برآمدگی است، 4-5 مجلد. ببینید وقتی که الله در بالا بودنش اثبات میکند به شعر، سبحان الله چقدر زیبا بیان میکند. شعر دلیل کتی، شعر فلون و فلون خیل حدیث با اومدگی، انا این شاعر میگه. اما در شعر مثلا ما حالا بعد از یک 4-5 کتاب‌های عقیدوی به کتاب
یکی از علمای سلف می آییم. ما سنن ابو داوود داریم، بله، یکی از محدثا کتابشون از کتب سته، بعضی ها درجه 4 است میگن و معروف در درجه 3 است میگن. امام ابو داوود کتابی از سنن داوود، پسرشون است ابو بکر ابن ابو داوود، پسر ابو داوود کتاب حائیه می نویسه. کتاب حائیه این شعر هست که در این شعر بیت ها عقیده اهل سنت رو سلف صالح به بیت بیان کرده. درست است، با که ندارد. اگر منم حضور توانم به بیت به شما مثلا فضیلت صحابه را بگویم، به بیت الله در بالا بودنش اثبات بکنم و جهمی های کفر بودنش بگویم، مثلا میکنم، با که ندارد، بهترین است. اما اگر همین خیل شعر ننویسید، شعر دیوانگی، شعر کفری، شعر شرکی جایز نیست. شاعرهای تاجیک درست عقیده ویدارش که کم بود یا نبود، همین شعرش دیوانگی است یا یکم عاقبتی علمی ندارد. از درون اینها کمی خوبش پردیل، با معذرت خواهی میکنم پردیل میگم، بیدیل که در آخر آمده است. بیدیل عادتا مردی که فقط بیداری امت را میخواست، همین قگب. از همین جهت شعرهای بیدیل فقط بیداری را میخواد. اما با کدام راه بیدار باید باشیم؟ اما چگونه باید بیدار باشیم؟ در اساس چی باید بیدار باشیم؟ امت در اساس چی باید جمع باشد؟ این چیز ندارد، هیچ چیزی ندارد. برای که عقیده که مشکل است، فقط بیداری. به مانند بسیار حزبی ها، بسیار مردم دعوت میکنن که ای امت بیدار باشید، ای امت، ای مردم بیاید امت رو سرجم بکنیم. همین شعر کرده میگوید. اما وقتی که اینو میگید که بیاید در زیر لا اله الا الله سرجم شید، قبول ندارد. بسیار این شعر. الله المستعان. برای همین خواهش میکنم شعر شاعرها را یک طرف بگذارید، خصوصا شاعرای تاجیک. شما خواهید شاعرها را، مرحمت، شاعرهای هست، شاعرها علماهای هست، علما و شاعرهای اهل سنت. مثلا خودی ما بسیارتر علم رو به طریق شعر ازود کردیم. مثلا مذهب مالکی رو من به طریق شعر، مذهب مختصر مالکی رو به طریق شعر ازود کردم، یا که اصول فقه رو هم به طریق متن هم به طریق شعر این علم رو ازود کردیم. مثلا هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب الأول الأصول ثم الثاني الجزء والمفرد. أنا میخل شرکت یازود میکرد، علم مو بسیار شرکت یازود کرده است. مقصد از شعر اینجا فقط گپی بیهوده نه، علم جمع کرده مختصر کرده به شما شعر میدید. یا که علم نحو به شعر ازود میکنید، علم اصول فقه به شعر ازود میکنید، به خاطر اینکه آزیستون نبرود. این علم همین کتاب‌ها همیشه باید از یاد بدونید. کتاب‌های عقیده به شعر ازود میکنید، فقه به شعر ازود میکنید، هم به متن هم به شعر. مثلا مصطلح الحديث به شعر ازود میکنید. اولها الصحيح وهو متصل اسناده لم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. انا میخوام حدیث، انا میخوام گفته برافتا میگیرید. وزیر من به شما همین کمتر یک 6 بیت به حدیثی سه چند شرط دارد، حدیثی حسن چی است، حدیثی ضعیف چی است، همین خیلی شرکت گفته میبرید. انا این خیلی شعرها درست است. علم رو به طریق شعر میکند تا که شما از یاد بکنید. علم از یاد بکنید. هر یک علم باید اصلش از یاد بکنید. قرآن از یاد میکنید، حدیث از یاد میکنید، علم اصول فقه از یاد میکنید، علمی مثلا بارک الله فیکم میراث از یاد میکنید، علم سیره از یاد میکنید، علم عقیده از یاد میکنید. بارک الله فیکم. مثلا در تکفیر جهمی ها ابن القیم الجوزی شعر نوشتن، خیلی طولانی است. اخرش میگن که ولقد تقلد كفرهم في 50 في 10 من العلماء في البلدان. بتحقیق نقل کرده اند علمای متقدمین تکفیری اشعری ها را 10 به ضرب 50 به ضرب 10، یعنی 500 نفر علما این جهمی ها را تکفیر کرده اند. میگه بارک الله فیکم. یا که رد میزنند بشیر رد میزنند، به خوارج ها هم و به معطله های اشعری و ماتریدی رد میزنند. من لی بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. این بیت است، بیت های عربی شعر، لیکن در این بیت
جهمی ها برات زدن که جهمی ها ما را تکفیر میکند به خاطر اینکه ما را خوارج و مجسمه میگوید، در حالتی که خوارج ها دیگرند ما دیگریم. گفت این چنین بیت ها، این چنین سخن ها، شعر ها، این علم است. اما شعرهای توجیه کن مقایسه کنید. شعر خیام بیارید: چور دست پایم بستی درونی دریا انداختی، دست و پون بستگی با گفتی که تر نشف. این جبری، عقیده جبری در شعر نوشته. یا میگد که سبحان الله چی بودین اندر خانه برادر تمیم، این شعری که منهج حاجی مرزا بود و این منهج توجیه علماهای اشعری و ماتریدی است، چی بودین؟ اندر مای بینوش آتش بیزن. شعر مای بینوش مصحف بسوز، آتش اندر کعبه زن، ساکینی بتخانه باشد دلازاری مکن. الله المستعان. الان این دینش بیان کرد، یعنی اصل دین در اینجا دلازاری. همین کار کن، مای بینوش، شراب بینوش، خانه کعبه ویران کن، آتش زن، قرآن سوزون، در درون معبدی بودیستا رو بودیست شف. اساس چیز همین که مردم آزاری نکن. تو مسلمانی همین مردم آزاری نکن. ببینید درباره مردم آزاری کردن و نکردن چه خیلی غلو کردن. اصول دین تغییر دادن، اصول دین آوردند و به زیر پا زدند و به جایش مردم آزاری نکن. محمد پاک از شرک و ریا بود، زمان خلق با شرک مبتلا بود. بتان را نفرین و لعنت همه گفت، به اخلاص بتان هرگیز نبود جفت. به این که پاکی و اخلاق حمیده، الله او را پیغمبری خود برگزیده. بهترین انا اینم شعر خیلی هم بهترین. برای همین شاعرها فرق داره. شاعرهای عقیدویی که شعرهایشون عقیده دارد، شاعرهایی که عقیده ندارند، یا که عقیده جهمی عقیده رافضی دارند و شعرهایشون عقیده رافضی است. مثلا مولوی جلال الدین رومی صاحب کتاب مثنوی معنوی خودش میگه که مثنوی معنوی هست قرآن با زبان پهلوی. این مولوی غفص الاعظم میگه. صوفی ها غفص الاعظمشون که عقیده وحدت الوجود داشت، عقیده داشت که الله و زمین و انسان و حیوان همه چیز یک چیز است. الله هم این است، مخلوق است، مخلوق الله است. برای این در درون این کتابش مثلا درخت پرستیدم، سنگ پرستیدم، شما الله میپرستید، اون میگه یک دشنم تنجه فحاش است. خیلی حقارت های سخت کرده است، خیلی فحاش است. بالاخره یا که جامی یا که ناصر خسرو که یکی از خبیثی در پامیر بود و منتشر کرد این عقیده قومیته اسماعیلی رافضه را، بیت ها و شعرهایی که نویس، شعرهایش من اصول دینی رافضه رو بیان کرد. بارک الله فیکم. از همین جهت برادر عزیزم اهل توحید شعرهای به یک طرف گذارید، به یک طرفش ترک کنید. بارک الله فیکم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ، یک برادر سعد ابن ابو وقاص که در زندان هستند، سال از زندان است. فکر میکنم زیاد برادرها اینجا هستند. عذر میپرسم وقتی اینا را گرفتیم. همین شخصیت سوال کردن که شیخ نیز در ما علی، همین کلمه اولش نفهمیدیم، محبس ما، یعنی محبس ما امروزه احوالی که داریم نسبت به روزهای پیش خوب نیست. علم درست نمیتونیم گرفته، کتاب‌های صحیح ممکن نیست. ابن تیمیه، عبدالوهاب، کتاب‌های شما زپرید اگر قپن سراغمان میدهند. در مسجد آن فقط کتاب شامل علاءالدین یعنی ملحد درجه بالا یعنی بورا عده گپ زنی یعنی بالا گپ زنی نمیتونیم. از پسمان سه حرفه ها یعنی برادر را بردن، همشه برداشتن. مقصد ما میتوانیم با اودا یا سوراک کمتر کرده با سودهای طاغوتی نوشته میتوانیم. حالت ما اکراه هست یا نه؟ شیخ التماس خوانین مکتوب ما را یا یگان برادر رسانین التماس. همین بود سوال همین سعد ابن وقاص. الله عزتون میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیک و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز سعد بن وقاص و دیگر برادرهایی که در ترمه های این ظالمین هستید. اولا دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی الله رب اسم اعظمش یا الله یا اول والآخر والظاهر والباطن
يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض اسألك یا ربنا از تو میپرسیم که همه برادران و خواهران اسیر ما را که در تمام در کجای دنیا نباشند در زیر ظلمات این کفار هستند نجاتشون بدی. ثانیا حالتی که برادر نقل کردند والله اعلم حالت اکراه است. وقتی که در درون ترمه هم از عقب شما آدم بگردد، در درون ترمه به عبادت های شما نظر بکند، شما را به دین مشرکین ببرد و از دین عمل کردن دین صحیح، دانستن دین صحیح من بکند و حالت به همین درجه اکراه رسیده باشد، بله اکراه است. اگر شما یگان واسطه را بگیرید یا مراجعت کردن به محکوم طاغوتی از اینجا زودتر خلاص شوید، اگر مراجعت کردید به سبب این اکراه بارک الله فیکم شما از والله اعلم از کفر شرک دور هستید. اگر حالت نمیخل حالت های وزنین و سخت باشد این از کفر شرک دور بودن است. بارک الله فیکم. و یک برادر عزیز، من وقتی که برآمدم شما کم بودید برادرهای و خواهرای عزیزم. امروز درس نمی شود به خاطر چی؟ امروز به خاطر کمی خسته بودیم و امروز یک روزی گفتیم آزاد است ان شاء الله. خواهش میکنم که درس ها را گشت گوش بکنین یا که یک کمی دم بگیرین. فردا ان شاء الله با ادامه میتیم الله سبحانه و تعالی نصیب بکنه. لیکن فردا نگفته مونده، فردا یک کتاب دیگری رو ما منتشر کردیم در باب ایمان و مسائل اون یک مطالعه بکنید. خیلی کتاب ضرور است در باب ایمان. بارک الله فیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله جزای خیرت یا شیخ. هم در دینانگی دین صحبت هایی که کردی، درس هایی که کردی سوال جواب بود برادر. همون آیت مبارکه سوره فرقان همونجا ده شما گفتید که شما از همون عالم ها آوردید اینجا ده، یعنی که یک قسمی عالم ها اینجا ده همون سیئات به جای حسنات این کفر اکبر رو یا که شرک اکبر یعنی که چی نمیشه تا اگر که توبه نمیکنی. همین خیلی بود برادر. من همون سوال هم خیلی فهمیدم. بارک الله فیک. ما وقتی که گفتیم که شرک ببینید موضوع همین بود که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر کرد یعنی یک آدم موحد مسلمان شد، بگم یک آدم موحد به شرک واقع شد، همه عملش حبطه می شود، اما گشته اگر توبه کنید عملش ثابت می شود. اما یک آدم از اول مشرک بود و بعد از این اومد و توبه کرد. بعد از توبه کردن گفتیم او عملهای بوده شرک بود. یکی از برادران سوال کردن ابی عبدالرحمن که ان الحسنات یذهبن السیئات چی می شود؟ بله ما گفتیم ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات نیکی ها نابود کننده سیئات بدی ها هست. به کفر اکبر و به شرک اکبر و به شرک اصغر و به گناه کبیره تعلق ندارد. این مسئله به سیئات از گناه کبیره پایان بوده مسائل است و ما در این مسئله حتی حدیث رو گفتیم یا نگفتیم نمیدونم که باید گفتیم این به اتفاق همه علما هست. اتفاق همه علما اتفاق کردند بجز بعضی ها که اجماع نیست، اتفاق است. بعضی ها اختلاف هم کردند که در این مسئله گفتند تا زمانی که توبه نکرد قبول نیست از کفر اکبر و شرک اکبر و شرک اصغر و گناه کبیره. فقط به حسنات نابود نمی شود. فهمو شد برادر؟ الله جزای خیرت یا شیخ. اینجا ده یعنی که الا من تاب میگه وقتی که توبه میکنه در اینجا توبه میایه کد برادر؟ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالح در همون سوره مبارک. بله همین آیت خودش دلالت میکند. همین آیت خودش دلالت میکند که الا من تاب و آمن و عمل صالحا. بله این دلالت میکند که بارک الله فیکم بجز کسایی که ایمان آوردن و عملی صالح کردن. یعنی اگر ایمان بیارد عملی صالح کند بعد از این اول توبه کند برادر شیخ، اول توبه کند. ببینید این سوره یکچند فرقان، سوره فرقان هم است برادر. این بله من سوره ببینید فقط در فرقان نیست و این چیزی که شما میگید یک سوره است. سوره دیگر هم این چیز است. ما باید هر دوش نظر بکنیم. مثلا الله در سوره هود چی میگه و باید نظر بکنید. سوره فرقان هم نظر بکنید. هر دو آیت نتیجه بعد بگوید. یک آیت بگیرید یک نگیرید نمیشه. مثلا در سوره هود نظر بکنید آیت 114 واقیم الصلاة طرف النهار و زلفا من الليل
این الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرى للذاکرین. نماز بخونید در دو طرف نهار، یک از وقتهای نماز اینجا ذکر میکنند، یعنی نمازهای بخونید و همانو که نیکی ها نابود کننده بدی ها است. فهمیدید برادر؟ این در سوره هود است گفتیم. و شما میگید در سوره فرقان هست. آیت چند است بیاید؟ والله علم سوره فرقان آیت 72 گفتید بله؟ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. بله. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. بله الله جزای خیرت این بیاره شاید. نه ببینید حاضر مو یک بار دیگر آیتی که من پیش از این خوندم سوره هود گفتیم بله؟ آیتی 114 این الحسنات یذهبن السیئات. این یک عباره. اکنون سوره فرقان آیت 72 من نظر میکنم. این الحسنات یذهبن السیئات، نه این دیگر است. بله یبدل الله سیئاتهم حسنات. برادری که ابو عبدالرحمن دیروز سوال دادن درباره یبدل الله سیئاتهم حسنات سوال دادن یا که درباره حسنات یذهبن السیئات سوال دادن. خودی من همینجا باید سوال رو متوجه میشتم زیرا که این دو موضوع است. همراه ما هستید برادر سوال دهنده؟ بله ما هستم برادر. شما اینجا شیخ امین آیت رو در شما آوردید که گفتید یک قسمی از بگیم که عالم ها یعنی که این فقط میگن که اگر که یبدل الله سیئات الحسنه یعنی که به توبه یعنی که کفر اکبر و شرک اکبر به توبه یعنی که میتواند که به توبه یعنی که چی کند. اینجا در وقتی که یبدل الله یعنی که تبدیل میداد این الله سیئات بر حسنه، اینجا در همه کفر بگیم که گناهانی کبیره یا که خورده در نظر چی میشود میگه. برادر از من دیروز وقتی که درس خیلی زیاد شد همین سوال وقتی که دادن خودم هم در بین سوال یک خیلی شدم که این آیت در کدام آیت است. من در بین همین سوال رفتم در فکری من به کجا رفت میدونید؟ در زیر سوره سبحان الله فرقان آیت 70 نبود من سوره هود بگذاشتم. فهمیدید؟ بله حاضر ببینید بله مشکلی من همینجا بود که ببینید سبحان الله برادر مرا از سوره فرقان آیت 70 سوال دادن. من همین سیئاتش که به همون سیئاتیم حسنات که به کلام به مغز سر چسبیده بود خسته بودم. یک بار من به سوره هود آیت 114 گذاشتم این الحسنات یذهبن السیئات من شرح دادم وجه تبدیل به کتاب نزدم. هم خیلی نشد. من زنی گفتم که بلکه حسنات همون وقت سیئات رو نابود میکند که گناههای معده استغفار اینا نابود میکند، اما گناه کبیره و شرک اکبر کفر اکبر باید توبه کنید گفتم. هم خیلی نه برادر؟ بله هم خیلی بود. بله درست است. من اما انا همونجا سخنی برادر کامل نفهمیدم یا که خسته بودم برای اینکه این موضوع دیگر موضوع است. مسئله الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. انا کنون ما به تفسیری باید انا همین نظر بکنیم من بابی بگویم من باب علم کمی من باب فایده بردن. امروز که گفتیم درس نمیکنیم کمی ان شاء الله به تفسیر نظر بکنیم. من اول تفسیر رو باز میکنم که کنی علما چی گفتن برادر عزیز در این مسئله. الله جزای خیر تا شیخ من میبرم. الله همه ما و شما را برای راست هدایت کنه برادر. آمین و یک و جزاک الله خیر که در این مسئله به ما یک بار دیگر تکرارا به ما رسوندید. بیاید سوره فرقان آیت 72 گفتیم بله؟ حاضر یک بار گویم در اینجا. برادر عزیزم معذرت خواهی میکنم سوره فرقان آیت 72 رو یک بار تفسیرش رو ببینیم. زیرا که ما دیروز وقتی که سوال از سوره فرقان آیت 70 شد ما سوره هود آیت 114 رو گفتیم
واجب هم هست ان الحسنات یذهبن السیئات. اینجا به یبدل الله حسناتهم، یبدل الله سیئاتهم حسنات اومده است. بارك الله فيكم. خودی که آیات از نظر قرائت تشبیه دارد. الله سبحانه و تعالی میفرماید إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلى آخر الآية. إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات وعمل عملا صالحا مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل الحسنات فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال يا رب إن لي سيئات لا أراها ها هنا والله أعلم وكان الله غفورا لمن تاب يغفر الذنوب. ببینید بهترین تفسیر رو در اینجا حضور یک تفسیر رو بیان کردیم. تفسیر این سعدی بود. بله سوره فرقان آیه 70 یبدل الله سیئاتهم حسنات. یک آدم مشرکی جاهل، یک آدمی که مشرک بود، یک آدمی که کافر بود، حق میخواست، گفتگو میکرد، حق یافت، ضدیت به حق نکرد، ایمان آورد، قبول کرد، تسلیم شد. بعد از ایمان آوردنش، تسلیم شدنش، همه عمر گذشتهش که در کفر و جهالت گذشت الله تبدیل میدهد به حسنات، سیئاتش رو به حسنات تبدیل میده اگرچه کفر و شرک باشد. دیروز برادر از همین سوال کردن، من درباره آیه سوره بار دیگر میگم هود 114 صحبت کردم که او دیگر مسئله است. آیا بخشیده میشود گناه بدون توبه یا نمیشود بود؟ اما گپ اینجا است که کسی که جاهل بود حق را میخواست و حرکت میکرد و نمیافت، روز حق را یافت و قبول کرد. به سبب اینکه این جاهل و صادق بود میخواست که حق را قبول بکند، وقتی که توبه کرد الله همه حسناتش را تبدیل بگم همه سیئاتی که در زمان جاهلیتش میکرد تبدیل به حسنات میکرد. یک آدم جاهل در بالای کوه بود، بیچاره مشرک بود، بیچاره جاهل بود، بی عمل بود، چقدر بدعیات، کفریات، گناههای کبیره داشت، همش از سبب جهل بود. اما حق میخواست، حق یک روز شنید، تیز قبول کرد، توبه کرد، صادقانه به الله همه گناهاش یک به یک ترک کرد و توبه کرد. بداند که همه گناههای گذشتهش رو الله تبدیل میتید به نیکویی. روز قیامت میرود که چقدر گناه داشت که فکر کرده میرد که یگان گناه ندارد. از الله میپرسد که کنی این کجا شد این گناهایی که من داشتم؟ الله سبحانه و تعالی همه گناهاش را تبدیل داده است، نه فقط نابود کرده است، نه فقط بخشیده است، بلکه گناه را عوض به نیکویی، به خوبی و به عبادت کرده است. این یک رحمت الله است.
اما این سخن به آدمی صادقی که نفهمیده کفر شرک کرده توبه میکنه. اما یک آدمی که در بین مسلمان ها میگردد دیده و دانسته کفر شرک میکند، یعنی از جانب اعراض کفر شرک میکند، بعد از این می آید و اسلام می آورد، از همه روزی اسلام آوردنش البته که عملهای کردهش قبول است. یعنی این آیت به همه نیست. عادتا به اهل کتاب، بعضی از علما به اهل کتاب هم گفتند که یهود و نصرانی ها، بخصوص نصرانی هایی که جاهل از سبب جهل کفر مشرک شدند، وقتی که پیامبر اومدن اگر پیامبر رو یک بار قبول میکردند، الله او همه سیئاتی که اونها داشتند، بدی هایی که داشتند، تبدیل به حسنات میکرد. بارک الله فیک. سخن دیروزه برادر همین بود. بله. السلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با یک تفسیر دیگر رو نظر میکنیم: والذین یوحدون الله ولا يدعون ولا يعبدون إلها غيره ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما يحق قتلها به من كفر بعد إيمان أو زنى بعد زواج أو قتل نفس عدوانا ولا يزنون بل يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم وما يفعل شيئا من هذه الكبائر يلقى في الآخرة عقابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ذليلا حقيرا والوعيد بالخلود لمن فعل كله أو لمن أشرك بالله لكن من تاب من هذه الذنوب توبة نصوحا وآمن إيمانا جازما مقرونا بالعمل الصالح فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم واجعل مكانه حسنات بسبب توبتهم وندهم وكان الله غفورا رحيما لمن تاب. در اینجا ببینید قسمی از علما گفتند یک آدمی که کاملا مشرک شده نباشد، یعنی در تمام دین مشرک، دشمن دین نبود، در یک عمل مشرک بود، در یک عمل مشکلی داشت، خالصا توبه کرد. خیلی که ما دیروز تقسیم کردیم، سخن علی بن خدیر رو بیان کردیم که یک انسان عملهای زیاد میکند، نماز میخواند، روزه میدارد، حج میرود، زکات میدهد، عمره میکند، لیکن در یک عملی شرک و کفر دارد، کافر است. اگر توبه کند، از پدر مادر مسلمان وقتی که تولد شد حکم مسلمانی داشت، اسلام به لا اله الا الله گفته در آمده بود، مسلمان شد، بعد از این شرک کرده مشرک شده باشد، اگر توبه کند همه همون سیئاتش که از کمبودی ها، گناه های و غیره بخشیده می شود و همون حسناتش نابود نمی شود، بلکه حتی گناه های بوده اش از کبائر را که بود اگر توبه کند الله می بخشد و گناهش را تبدیل به نیکویی می کند. و بعضی از علما چه خیلی که دیدید میگن که در بالای گناه کبیره یک انسان موحد است لیکن گناه کبیره میکند، اگر صادقاً از گناه کبیره توبه کند، مثلا از زنا سخت توبه کند، توبه نصوح، دومین مرتبه به سوی زنا نرود، الله سبحانه و تعالی او را میبخشد و همون گناه های زنا کردگش رو به عوض بخشیدن حتی تبدیل میکند. تبدیل. بارک الله فیک. لیکن توبه نصوح ضرور است. لكن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته فأولئك يبدل الله ما كان عملوا من السيئات حسنات وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم إلا من تاب من هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعله وعزم عزما جازما ألا يعود وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل طاعات إلا من تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل عملا صالحا فيما بينه وبين ربه. امام البغوی و غیره. خیر، این بود مختصری سخن. بارک الله. برادر عزیز، الله شما را حفظ بکند. با همین من امروز بیرون میشوم، ان شاء الله سبحانه و تعالی فردا درس دوام میدیم. برادرایی که هستین ان شاء الله برای یک سوال جواب بکنیم. برادر شیخ سوال داشتم. بفرمایید برادر. شیخ همین انسان که کفر به طاغوت نداره پس از نماز بخونیم نماز قبول نمیشه. اگر یک انسان بخونه او را بگیم که نخون قبول نیست، اگه کیسا بخونه نماز بعد قبول میشه، اون انسان نخونه نمازش میشه.
نماز باطل است. نماز میخونه نماز باطل است. اگر میگم که بخونه سر باور نمینه میخنده میگه تو چی میدونی میگه نمازش میشه باشه شاید گفتیم که نماز ندارد، نماز باطل است برادر. این خیلی آدم به کفر میرود. شیخ از سوال دیگه داشتم همین انسانی که پاچه های ایزارش از بجلکی پاش پایون از هم تورد میگه نماز میخونه نماز قبول نشه باشه نمازش انشالله قبول است، لیکن خیلی گناهی بزرگ دارد میکند. بعض از علما گناه کبیره ذکر کردن. گناه کبیره میکنه، خیلی گناه بد است. السلام علیکم و رحمت الله بارک شیخ الله شما. و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ در یه حدیثی سوال هم رسول بود الله همین. صلی الله علیه و آله میگن من اسلم من الکعبین من الازار ففی النار. هر کسی که ایزارش از عاشقی پاش به عذر در پایان باشد و جهنم داخل میشد. برادر بفرمایید. برای درباره دین رجعی گپ زدی که حضرت اینا همه مثال بله. میریم در خونه مثال پدر مادر یکون خوراک کدگه یکون چی مثال دین رجعی گفته همه خوردنش در گناهکار نشیم. البته درست نیست. البته درست نیست. برادر حنیف بدن یکی از برادرها به من درباره مولید و مولودی که من صحبت کردم گذاشتم، ولی درست است. ما وقتی که جشن مولد نبی میگیم درست است. مولد جشن گرفتن زمان تولد رسول الله صلی الله علیه و میگیم. اما عباره که فقط همین مولد گفته گاو زدن از این یعنی مولد خودش دلالت به همون جشن گرفتن نمیکند. کلمه مولد ما گفتیم که دیروزم که مولد یا مولد این دلالت به یک زمان یا مکانی تولد است. مولد وقتی که میگید گویا که زمانی که در همین زمان پیامبر صلی الله علیه و تولد شدند. اگر پیش از این میگید که جشن گرفتن مولد رسول الله گفت، مولد استفاده برای درست است. اما بگوید که عباره که معروف است در بین اهل بدعت و همه علمای رد زننده که مولود به مولود معروف است، یعنی جشن گرفته شونده یا که مولود تولد شده در همین وقت و غیره، تولد شده یا تولد شونده در همین زمان، جشن گرفتن روز تولد و غیره میگویند. از همین جد ما دیروز گفتیم مولود و مولد. بالاخره آخری کار همین است که بوکه ندارد. اما کسی که غیر از مولد پیامبر صلی الله علیه و مولد پیامبر و دیگر به مولد هم مشغول میشد، یعنی جشن گرفتن روز تولد، خیش و تبارش است، خودش است، درست نیست. بارک الله فیک. درست نیست. بعد بدعت همین است. شکلاتو برای نمی ژلاتین میگن که همین شکلاتو رو خوردنش درسته برایش که همه شکلاتو ژلاتین داره سنیکرز مارس مثال همش درباره میگفتیم. ما درباره این خیلی صحبت‌های زیاد کرده هستیم. خیلی خوش میکنم با یوتیوب داخل شوید، درباره ژلاتین نویسید درس میبره. حرام است این ازش. مثلا نه حرام نیست. ما اینا مطلق حرام هم نمیگیم، مطلق حرام نیست هم نمیگیم، تفصیلات داره. بعضی مسائل که ژلاتین هایی که به واسطه شیمی تغییر داده شده است و در شکلات و در مثلا خلیب و در شیر و در کفیر و در همه چیزها امروز است، این حرام گفته نمیشد، بلکه این یک دیگه شیمی تغییر داشته است. اما خود ژلاتینی که مستقل باشد یا از درونش همون گرفته شود موادی مثلا روغن استخوان خوب و غیره، این حرام میشد. بارک الله. جزاک الله خیرا. بعد یک سوال دیگه حضرت جان همه الله میگن که الله من قطعا عروس پرد کردم میگه که الله میشه میگه مثلا هر جا همین روزها هم بسیار یک متعصب مردم است. من نمیدونم امروز ملتگراها روز به روز زیاد شدن. همه تلفظ خودش زور میگد، همه مردم خودش از دیگری زور میگد. سبحان الله. این درست نیست، بلکه معروف است الله. الله برای چی؟ برای اینکه در اینجا ترقیق و تخفیف گفتن قاعده است در بالای حرف ر و حرف لام، حرف لام و حرف را وقتی که به بالایش فتحه می آید الله حیکو اینجا الله خونده به غفص خونده میشد، این رو تخفیف میگن. الله غفص الله الله نه الله، این نادرست است. بارک الله فیک. حتی رفتن این به زبان روسی میگه الله میگن داخلش. اعوذ بالله. خصوصا بله تاتار میگن که میگن در زبان عربی حرف او نداره برای همه گفتم این به شیخ عقلی حرف او ندارد، لیکن به بالای 7
به بالای 7 و غیر با دیگر حرفا اگر آیت به آ موئل کرده میشد. مثلا حرف خ به بالای فین گفتگی اگر کلمه آمده باشد چی میخونید؟ خائفین میخونید. خائفین خونید اگر استاد کمی سختتر باشد دندون یگون چی میریزونه، بلکه اینجا خائفین گفته میشه. قرآن به مثلا ولا ضالین به چی میخونید؟ ولا دالین میخونید. ذالین خونید کربیزی است. ولا ضالین این موئلتر 70 80 تا 90% موئل به آ هست. ولا ضا هم نه، ولا ضالین موئل به آ تقریبا 80 90%. غاب خا ضا غا مثلا حرفی ذی که ظالم گوید ظالم میگید و که ظالم میگید. ظالم نه، ظالم اوکتی. خوب میشد رسول کم الله و این چنین و غیر. بارک الله فیک. خوب میشد که هم گروپ از اون کس یکون قاری یا میخوای درس میشید درس قرائت قرآن خوب میشد بسیار. ان شاء الله برادرهای اگر همه السلام علیکم قرائت ورحمت الله بکنن وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بخشش استاد عزیز همین یکمین درس تجوید میخوند اصطلاح و استفاده این مسئله حل میشد. نو خیر کتاب با چنگ نزنن مثلا مشکلات بسیار روشنه. در مسئله دینانگی مسئله همین بود که استاد شاید این برادرم خوب نفهمیدن، شاید مثلا کمی پیچیده بود، لیکن من از همینجا میقدر برداشت کرده بودم که از سوالم همین که سیئات یعنی گناهان میده تبدیل میدهد، اما گناهان یعنی که شرک و کفر فقط میبخشد گفته فهمیده بودم. بله والله اعلم. من دینه برای یعنی به سوالم چنین جواب گرفتم. الله هیچ بارک الله نکرد. فیکم. بهترین این هم یکی از قولهای قوی است. من دیروز حقیقتی گپ درون می جواب دادگیندم یک بار حیران شدم. یک بعضی آدم خسته شود اینفرماسیا از قلب به سوی دل اومدنش سستر شد. بعضی آدم هم خیلی هم میشد. باور بکنید همین روز دو سه بار خودم همین چیز فکر کردم موندم که دیروز سوال برادر چی بود این بود گفته. حتی یک بار به شما تماس هم برآوردم. بخیر است، خیر است. الله همه شما را حفظ بکند که ان شاء الله آموختین. بفرمایید برادر عزیزم. شقیق یا شفیق هستی؟ نه بله شفیق الله موحد بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. جناب شیخ یک سوال داشتم از شما. جناب باشه شیخ بکنه. یک پسر افغانه که مسجدا ما همه طالبه، همه پیش نمازا طالبه، کفر به طاغوت هم که نداره. ما باید به نماز با خانه بخونیم یا پشت سر اذن حافظ هم هست، حافظ قرآن هم هست، پشت سر اذنا نماز بخونیم یا به خانه نماز بخونیم؟ اگر 100% طالب باشد کفر به طاغوت نداشته باشد البته در خانه بخونید. اگر به شما خطر داشته باشد شما رو به خاطر همین کارتون یگان حکم برارن سلفی بگن قتل بکنن، در این حالت میروید نماز میخونید، گشته اومده در خانه گشته میخونید. اما اگر یک امام باشد که یک جوان باشد حافظ قرآن باشد طالب ها را خوب گفته باشد و فقط به خاطر ترس گفته باشد و آزاد باشد، اگر نماز خوانید باکی ندارد. از آزاد باشد یعنی سخت لشکری طاغوت نباشد باکی ندارد. نه حافظ قرآن 20 سالشه، بعد طالب خودش نیه ولی طالبا خوب میگه دیگه، از دل هم خبر نیه به خاطر ترس میگه یا نه یقینا از دل اونا دوست داره. حافظ قرآن هم هست 20 سال هم هست سندی. والله اعلم. از روش کورش نظر میکنید که اگر در حقیقت عقیدتاً و این و آن با همونها باشد نمیخونید و غیره. اگر نه خوب باشد میخونید باکی ندارد. با خود شما در این مسئله ادرا هستید. بارک الله فیک. اما من از برادرهایی که از افغانستان هستند خواهش من به شما امین است که عباره های شرعی رو با ایواز نکنیم. حالا برادر عزیز شما گفتید سلام علیکم، این یک سلام دهی رافضه ها است. عرف عادت سلام رافضه ها در ایران امین است، سلام علیکم میگن. ما الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن السلام السلام این نام الله است. نام الله سلامون نه، الف و لام دارد. نام الله رو بدون الف لام گرفتن درست نه. السلام علیکم، سلامون نه، السلام علیکم. بعد از این ان شاء الله باز
در این مسائل اهمیت بهترین است. الله استون بکن. جزاکم الله خیر، دست شما درد نکنه. آمین. بارک الله فیکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بفرمایید. شیخ همو دینا دامو آیت سوره زمر آیت 3 انشالله اگر وقت داشته باشین تفسیرش هم گفتن خوب میشه. بله بله دیروز همین چیزا گفته بودید که خیلی درس زیاد شده نتوانستیم. سوره زمر آیت سوم یکی از آیات های منهجی هست، یکی از آیات هایی است که خیلی هم در همه درس هایی که درس های توحیدی، سلسله درس های توحیدی باشد یا در بیان فهمش شرک باشد یا در بیان شناخت مشرکین قریش باشد یا قیاس کردن امروز مشرکین و با مشرکین گذشته باشد یا فهمیدن حقیقت امروز مشرکین باشد، خود که امروز مشرکین آیا شرکشان چخیل است، مثل قریش است، در همه این مسائل همین آیت است. حجتش سوره بارک الله فیکم زمر آیت سوم است. خیلی خیلی آیت ضروری است و ما بسیار همین چیز بیان کردگی هستیم در بسیار درس‌هایمون هست و در انمین درسی چی گفتیم قواعد الشرح قواعد الاربعه ان شاء الله در روزهای نزدیک میاد همین چیز، خیلی روزهای نزدیک میاد. الله سبحانه و تعالی در این آیات میگه که الا لله الدین الخالص، آگاه باشید که دین خالص همیشه از آن کی است؟ از آن الله است. دین، شریعت، حکم، آگاه باشید که همیشه از آن الله است. حکم همیشه از آن الله است. الدین، دین، کلمه دین وقتی که در قرآن میاد 80% در قرآن کلمه دین به معنای حکم به معنای حکم میاد. الا لله الدین الخالص، آگاه باشید که از آن الله هست همه حکم خالصا. حکم کردن به حکم غیر الله جایز نیست. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب کفار. خوب دقت بدید، این آیت بیانگری حالت مشرکای قریش. مشرکای قریش گفتند که ببینید والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اون کسانی که به خود گرفتند قرار دادند اولیای دوسته، یعنی اونهایی که به خودشان دوست گرفتند، بین خود و بین الله واسطه گرفتند، هیکل را گرفتند، قبر را گرفتند، اولیا را گرفتند، مثلا پیامبر را گرفتند، همونها را به خود اولیا گرفتند، یعنی همونها را عبادت کردند. اینها میگفتند، یعنی همون قریشی هایی که منات، لات، منات، عزا، یغوث و یعوق و نصر که از باقی مانده های قوم نوح مانده بود، عمرو بن لحی الخزاعی آورد مشرکین میپرستیدند. همین مشرکین قریش، ابو جهل، ابو لهب و غیره میگفتند که بله ما انا من هیکل ها به ذبح میکنیم، رفته از این هیکل ها طلب دعا میکنیم، اینها از الله طلب دعا میکنند. میگفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را خاص خودشون عبادت نمیکنیم. مقصد انجام دادن عبادت در نزد این بت‌ها این است که یعنی ما به اینها سجده میکنیم، ما به اینها نظر میکنیم، ما به اینها عملهای عبادت را به خاطر این میکنیم که اینها همین عبادت را به الله رسانند، تا که اینها ما را به الله نزدیک کنند، تا که ناله ما، دعای ما را به الله رسانند. زیرا که ما آدم‌های پست هستیم، گناهگار هستیم، الله ما را خود الله از ما قبول نمیکند. ما راست از سبب گناه راست الله به مراجعت کردن به حق نداریم. ما به واسطه انمین آدم‌های صالح به مرده اینها، به قبر اینها، به هیکل اینها الله به واسطه میگیریم. یعنی میگوییم که مثلا ای انسان‌های صالح، انا ما به شما ذبح میکنیم، ما قربانی میکنیم، الله به از ما طلب کنید، از الله در حق ما طلب کنید، از الله در حق ما فرزند طلب کنید، از الله طلب کنید که الله ما حمایت کند. و یعنی ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مشرکان میگفتند که ما همین قبرها رو، هیکل‌ها رو عبادت نمیکنیم مگرم به خاطر اینکه ما رو به نزد الله نزدیک بکند. سبحان الله. یعنی همون بت پرست ها همون بت رو الله نمیگفتند. معنای که به اینجاست. همین مشرک قریشی که پیامبر اونها را تکفیر کردند، مشرک قریش
معروف است که بت پرست بودند. بله، اونها بت را الهی، خالق، رازق، مدبر نمیگفتند، میگفتند که اینها واسطه هست بین ما و بین الله. چرا؟ برای اون که میگفتند ما انسان های پستیم، گناهگاریم، ما راست الله به گپ زدن به حق نداریم. ما انین هیکل ها بمیگیم، زیرا که این هیکل ها تراشیده آدم های صالح بودند. بله، لات، منات، عزا، اینها که آدم های خوب هستند، الله به در نزد الله قدر و قیمتشون بلند است. اینها از الله میطلبند، الله حتما دعای اینها را قبول میکند. مشرکین میگفتند که ما اگر از الله طلب کنیم الله دعای ما را قبول نمیکند، اما چیرز اینها، چیرز انمین بت، چیرز اولیا و صالحین اگر رویم دعای ما قبول میشود. فهمیدید؟ برای اینو مشرک شده بودند. الله میگه که ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، همانا که الله در بین مشرکین حکم میکند در اون چیزی که اونها اختلاف میکنند. یعنی در این مسئله مشرکین رو الله در بینشون حکم میکند. در آخرت، در این دنیا هم حکم کرد که مشرک هستند. و الله میگه که ان الله، همانا که الله لا یهدی، هدایت نمیکند، من هو کاذب کفار، هر کسی که دروغگو است و کفار است. کفار یعنی خیلی هم کافری سخت است. یعنی الله همین مشرک های قریش رو دروغگو گفت و کافری سخت گفت. برای چی مشرک قریش رو دروغگو گفت؟ برای این که مشرک های قریش گفتند که انمین هیکل ها بین ما و بین الله واسطه است. این دروغ است. الله انکار کرد، اینها رو دروغگو گفت. و بعد از این الله گفت که کفار، خیلی هم مشرک سخت و کافرای سختن گفت. برای چی؟ برای اینکه اینها بین خود و بین الله واسطه گرفتند و از همین واسطه شونده طلب دعا کرد. انا کنون این آیات رو اگر امروز ما خواهیم که تطبیق بکنیم، آیا امروز مردمی هست که به همین آیات واقع شد؟ بله، امروز مشرکو هم. بیاید صوفی ها را با همین آیات انالیز میکنیم، میسنجیم. ابو جهل اگر بگوید که الله خالق است، رازق است، مدبر است، امروز صوفی هم میگه که الله خالق است، رازق است، مدبر است. ابو جهل میگه که ما به نزد الله راست رفته نمیتوانیم. امروز صوفی هم میگه که ما راست به نزد الله رفته نمیتوانیم. ابو جهل میگه که ما گناهگاریم، به سبب همین نزد الله رفته نمیتوانیم. امروز صوفی هم میگه که ما از سبب گناه آدمهای گناهگار بودن نزد الله راست دعا کرده نمیتوانیم. ابو جهل میگفت که ما باید بین خودمون و بین الله مرده های صالح رو، به گمان خودشان اولیاء صالحین رو واسطه گیریم. امروز صوفی هم میگه که ما باید بین خود و بین الله واسطه گیریم. ابو جهل میرفت به نزد قبر نظر میکرد و بعد از این از اونجا طلب دعا میکرد که از الله در حق من طلب کن. امروز صوفی هم به نزد قبر میرود، ذبح میکند، سجده میکند، طواف میکند و میگوید که از الله در حق من طلب کن. پس امروز صوفی و ابو جهل، امروز صوفی مشرک قبوری و ابو جهل مشرک زمان رسول الله، هر دوش برابر است و حتی امروز مشرک از دو جهت از مشرک زمان پیامبر صلی الله علیه و آله سخت‌تر است. مشرک زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که به کشتی میشیشت، مثلا یک کشتی سخت که بلرزد، یک بار میترسید و میگفت سبحان الله، ما توبه کردیم، تمام تو یک تو و یگانه هستی، به خودت تنها سجده میکنیم. قبر و هیکل پیکل ریسکی ترک میکردن، یک بار ترک میکردن. اما امروز مشرک در درون طوفان ماند هم، در هواپیما لرزد هم، باز ندایش با همون به بت میکند. در حالت ترس هم امروز مشرک میایستد. مشرک قریش در حالت ترس یک بار توبه میکرد، اما امروز توبه نمیکرد. حالت دوم، مشرک قریش اکثرش از همین هیکل ها طلب میکرد که از الله در حق ما طلب کن نیکی رو. اما امروز بسیاری صوفی های قبوری رفته به همون اولیا یا صالح نمیگوید که در حق من از الله طلب کن، میگوید که خودت به من ده، میگه رفته میگه که به من فرزند ده، میگه. حتی از بسیاری مشرکا با سخت‌تر شده است. این آیت همین رو دلالت میکند. اگر الله اونها را تکفیر کرده باشد که خودشون امت ابراهیم میگفتند، این امت هم تکفیر میشد که خودشون امت محمد میگه. زیرا که دینی هم ابراهیم و محمد صلی الله علیه و سلم در مسئله اصل دین و توحید یک دین بود. امیدوارم که فهمیده باشید.
الله همه شما را حفظ بکند برادر عزیزم. من خارج میشم. من انشالله کمی امروز خسته هستم، فردا کمی کارم دارم. الله نصیب بکند انشالله روزهای دیگر با سوال و سلام جواب علیکم درس شیخ. قواعد شما همین سوال ما را جواب میدوده. بفرمایید. شیخ بزرگوار یکی برادرم چندین سال سال است که فرزنددار نمیشد. خلاصت خواهر خودش رو میگوید که فرزند کن یکی این فرزندای خودت رو بر من بده. فرزند پسر داد اکش با همون فرزندش کلان شود در زنش نامحرم میشد. در زنش نامحرم میشد. برای همین کلان نشده اگر همون زنش زنی همون برادر این فرزند برد خواهرش، مثلا خواهری زنش، فهمیدید که میگم؟ زنش خواهرش، زنش مادرش مثلا اگر تولد کند، این کودک برای شیری همونها را نوشاند، 5 مراتب شیری همونها را نوشاند، حکمی فرزندی را میگیرد و در این حالت محرم و نامحرم این مشکلی ها نابود می شود و انشالله همراه زندگی کرده میتواند همچون حکم مادر یا همچون یعنی حکم شیخ خواهر. زن یکی از خش تورای خودش یعنی شیرتیه. خیشو تبارای خودش نه، این خاص خواهرش یا مادرش رو. خواهر و مادر فقط یعنی. بله. یا جزاک الله جیانش فرزندش هم بوکه ندارد. اگر یگون جیانی داشته باشد که دختر و فرزند اون هم، زیرا که یک زن به جیانش مثلا به پسر جیانش شوهر کردن نمیتواند، محرم است. از این جهت میشود. بارک الله فیک. از ددون چی شیخ؟ از ددون از کجای نباشد وقتی که یک مسلمان یک کودک رو گرفت، از ددوم گرفت یا غیر ددوم، اگر دختر رو گیرد جانب پسر برند، جانب پسر، جانب مرد برد به خواهرش. یگان کسی که شیر داشته باشد 5 مرتبه این رو شیر بکند، رضاعتی. فهمیدید؟ دختر گویا که به همین مرد شد، جیان شد. جیان برای مرد معلوم است که مثلا محرم و نامحرم، مثلا نامحرمی برطرف می شود، زیرا که یگان عمک یا تقا جیان خود رو نکاح کرده گرفته نمیتواند است، بلکه محرم است. اگر پسر رو گرفت، زن برد به یگان خواهرش یا مادرش اگر شیر داشته باشد 5 مرتبه شیر رو بینوشاند. این مشکل ها برطرف می شود برادر. بارک الله. خب جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتم در مورد فرزندان عمر رضی الله عنه. آیا یگان فرزند عمر رضی الله عنه در زنا مبتلا شده بود و دوره زده شده بود؟ یگان نفر از فرزندهای حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه به زنا مبتلا نشده بود و به دوره هم در این باب زنا مبتلا نشده بود و هر روایتی که در این باب است ضعیف است. جزاک الله بارک خیر. الله. استاد محترم یک سوال دیگه بلکه داشتم در مورد قصه که هست در مورد این است که یک چند نفر شراب خورده بودند که فرزند عمر ابن الخطاب رضی الله عنه گویا که در همون گرد و اطراف بودند، حضرت عمر ابن الخطاب به خاطر فرزندشون در همون مجلس نشستند، در همون گرد اطراف بودند، در میزنند گویا. بله. بارک الله فیک. در مورد طهارت، در آیه‌ای که در مورد طهارت ترتیب طهارت آمده است، آیا در طهارت اول دست تا آورین شسته می شود و بعد دهان ببینی؟ نه البته. بارک الله فیکم. ترتیب وضو را ما به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌آموزیم. دست رو میشوید، معروف است که دهان رو، بینی رو، و بعد از این به ترتیب روی و دست و اورنج و مسح و پای می رود. بارک الله فیک. جزاک الله. برای همین ببینید الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. گفت اول. برای همین در اول طهارت شستن دو دست، کف دست تو اورنج نیست که این فرضیت نیست. یک بار در اول طهارت شستن دو دسته که ما کف دست رو میشیم، این از باب سنت است. ما اول دست ما رو میشیم 3 مرتبه، وقتی که از خواب خسته باشیم 3 مرتبه شستنش البته حکمش واجب میگن علما. بعد از این دهان کتی بینی رو میشیم. برای چی؟ الله سبحانه و تعالی در اینجا دهان بینی رو نگفت، اول گفت که فغسلوا وجوهکم. علما میگن که دهان و بینی از روی است. حتی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگن که حرکت نیست به چشمانتون دراره.
و برای همین بسیاری از علما حکم شستن دهان، مضمضه و استنشاق و استنثار این عمل ها را خیلی سخت میگیرند و حکمش فرض میگن مذهب احمد بن حنبل. اما قول راجع سنتی مؤکده است و بعد از این روی رو میشه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. بعد از اینکه روی شستید، بعد از این گشته دست میبید، دست باز از اول شروع میکنید. من کفی دست من در اولی طهارت شسته بودم، گفته فقط بالوش نمیشید، بلکه گشته دستتون رو از کف دست تا اورنج وقتی که میگیم تا همین بجولک نه، خودی که بجولک هم همین اورنج هست باید داخل شود تا بالای اورنج. خطا نفهمیم بنو این نماز باطل میشه. جزاک الله خیر الى استاد. المرافق وامسحوا برؤوسکم و بعد از این که دست میشید با اورنجش مس میکشید به سرتون، مس رو کامل میکشید. مذهبی ابو حنیفه میگن که همین بالای سر چوره که سر مس کشید درست است، ضعیف است، بلکه حدیث دلالت میکرد که به دو دستتون کامل به عقب میبرید، یک بار هر دو دست که با یک بار گشته میبرید و ارجلکم الى الکعبین و پاتون با همین همراه کعبش میشوید. این است وضو. بارک الله فیک. استاد محترم، کسی که 3 وقت پایدار سیر سحر پایدار پای نماز بامداد را ترک نه در منافق اکبر داخل می شود یا خیر؟ ما نظر میکنیم که به کدوم حالت ترک کرد. اگر خوابش برده ترک کرده باشد به منافق اکبر داخل نمی شود. اگر قصداً ترک کرده باشد به یک نمازش این چی است؟ به یک نمازش کفر است. منافق اکبر گفتن نگاه اینکه این کفر گفتن است. اگر خوابش برده از سبب خستگی خوابش برده مونده باشد 4 بار باشد هم تکفیر نمیشد، زیرا که این از سبب خواب این نتوانست، میخواهد که بخیزد نتوانست. جزاک الله خیر. استاد محترم، عقیده استاد جان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر پویم کرده نه؟ برادر بفرمایید آخر بفرمایید. حضرت همه سوال ما همه که 2 سوالات میتونم انشالله میبرم خارج میشم. همه سربازایی که در گرانیس جنگ در همه رو شهید میگن، همه رو شهید گفتن شود یا نمیشود؟ نمیشود. ما در این مسئله دیروز صحبت کردیم. هر روز در این مسئله به اهمیتی نکنین، یک بار گوش بکنین. ما در این مسئله قریب هر روز صحبت کرده شدیم و در این مسئله عقیده هست. عقیدتاً باید ما اینو بدونیم. این جای یگان شک نیست. کسی که به خاطر الله و رسول وفات میکنه این است شهید. کسی که به سرزمینی که حکم الله و رسول است وفات میکنه این شهید. در غیر این صورت یگان نفر دیگه شهید وجود نداره. کسی که البته به خاطر اهل اولش به خاطر پول مالش وفات بکنه یک موحد باشد این شهید است. اما کسی که به این دفاع طاغوت وفات میکنه شهید نیست. بارک الله. آدم عقیده دار نباید این مسائل گشته و برگشته این به مسائل قبر پرستی آیا درست است یا نیست گفتن گپ است. به مانند همین است. حضرت همه آدم دیدیم که مقصد همه خاکخرا را دیدیم که درشون دوخ کده گفته که شهیدن خیخه. استاد جان همه سوال دیمه که دیدم در تو یک آدم صحبت کردی با روسی و با ازبکی هم گپ زدی. حضرت من میخوام قطعی همین چچنا چه بسیار صحبت کنی، قطعی همین کلامشون که در مسکو موحدین برادران موحد رو نمازهای جمعهشون هم میخونن، من میخوام قطعی باید صحبت کنی حضرت. ببینید ما اولا آدم های نیستیم که مردم کفته گردیم که من قطعی صحبت میکنم اینجا بیو میرم کم نمایخ آدم نیستیم. اگر بیاید ببینید اجازت بدید صحبت بکنیم. الله شما را حفظ بکند برادر عزیز. ما آدم های بحث و مناظره کننده و گفتگو کرده میگشتگی و ای جبیو ما از تو این وای میشکنیم نه خیلی نیستیم. آدم هایی که بیاید قطعی ما گپ زند اگر انا بیاید بحث و مناظره کند باکی نداره. ما گپ میزنیم. آدمی که نبیاید ما او قطعی او بحث میکنیم گفتگو و میکنیم خیلی میکنیم و خیلی میکنیم نمیگیم. بعد از این شنها صوفی غلات مشرکین است. بجز اندکی از اهل سنت اگر نباشد چیچن ها مشرک صوفی غلات هستند. به ریش گذاشته اونها به رفع الیدین کردن نماز خواندن اینها فریفته نشوید. اونها از نظر مذهب شافعی که هستند رفع الیدین کرده کمی زیباتر کرده نماز میخونند. لیکن از صوفی های ما چیچن ها بدتر است، خبیث است. فهمیدید؟ برای من فراموش نکنید. خیلی که صوفی های ما خودشون حنفی میگن و ها خودشون شافعی میگن، لیکن بالاخره
همشون یک گور یک کفن میگن تاجیکو، همشون یک قبوری مشرک هستند. لیکن صوفی های چیچن ها خیلی نامرد، یک فریبگری خو اینی مردمی خبیث هستند. از این صوفی هاش دور باشید. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ این برادری که از پیش من برامدو گاوزدم که در هم مسئله که می روایت صدا تو پس برادر نفهمیدم. هم برادری که از برامدو گاوزدم من روایتی که پسر حضرت عمر یعنی که قتل کردگی ضعیف کشیکو هم مسئله هم در همین تاجیکستان جدا سخت این همین روایت پخش شده است که در همه جای قریب میشنوید همین روایتی، یعنی که نو فهمیدم که همین ضعیف بود است. این صوفی ها همه جای بله ما در این مسئله یک چند بار صحبت کرده هستیم، حقیقت این قصه را بیان کرده هستیم. سبحان الله. لیکن با وجود همین ببینید این چیزهای عادتا چیزهای خیلی هم شبهناک و غیره و غیره یا ضعیف در بین اهل بدعت بسیارتر چیزهای مشهورترین همین ضعیف مشهور شده است. شیخ اینه که همه حاجی میرزا منتشر میکنه، همه یک سوال مختصر جواب میدادید. همین برادر صد گفتند یعنی کفار اصلی اگر شما با السلام علیکم و رحمت الله گوید شما باید و علیکم السلام بگویید. بدید کدام شیخ همه خیلی گفتنی باشد. ما گفتیم این جایز نیست. شیخ نامعقول کرد. دین ما دین شیخ نیست. دین ما دین شیخ نیست. شیخ کی کدام شیخ نباشد. دین ما دین قال الله و قال الرسول و قال صحابه الکرام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم را یهودی ها گفتند السلام علیکم. حدیث صحیح است. السلام علیکم گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بذیب کردند، آرام کردند، گفتند و علیکم. یهودی ها مانند کردند، گفت که السلام علیکم مانند کردند، لیکن السلام علیکم گفتند، یعنی دشنام دادند بمیری، یعنی به تو یک ضرر بیاید ای محمد گفتند. پیامبران فهمیدن این گپ، لیکن بر اومدن جنگ و این وای نکردن. پیامبر و علیکم. حضرت عایشه غضب کردند، گفتند و علیکم لعنت الله گفتند، بر شما لعنت الله بود گفت. پیامبر گفتند که ای عایشه و علیکم لعنت الله نگو، فقط و علیکم گو. اگر خیر گفته باشد به خودی، شر گفته باشد هم به خودش. برای من وقتی که به ما یهود، نصارا، کفار، مشرکین وقتی که میگن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بناگو، اگر هم خیلی بگوید شما فقط میگید و علیکم میگید. و علیکم السلام نیست در سنت. و علیکم انا یک کلمه است. بارک الله فیک. اما شما حق ندارید که یهود و نصارا و کفار را السلام علیکم گفته شروع بکنید. پیامبر در حدیث روایت امام مسلم صحیح گفتن لا تبدأ اليهود و النصارى بالسلام. یهود و نصارا و دیگر مشرکین را که در حکم امین هستند با سلام شروع نکنید. و ایها وقتی که به شما سلام دادن فقط و علیکم بگویید. اگر شما سلام دادنی شما باشید السلام علی من اتبع الهدى بگویید. امیدوارم که فهمیده باشید. من امیدوارم که سخن فولیج را خوب فهمیده باشید. سخن فولیج را خوب فهمیده باشید. بارک الله فیکم. برادر استاد حدیث همین یک حدیثی شنیده بودم محمد صلی الله علیه و سلم که میگن برادر عزیزم الله شما را حفظ بکند. آوازتون برادر عزیز صداتون همین خیلی پسته که من خیلی از نفهمیده شدم برادر. آوازم ناز رفته پسته برادر خیلی پاس. بله بفرمایید. ناز رفته شیخ آوازم. بله من همین حدیثی شنیده بودم محمد صلی الله علیه و سلم میگن روز قیامت یک طایفه می آیند که عملاشون مثل کوه احد است. الله همین عملی همین طایفه رو به مثل یک چنگ مبدل میگرداند. همین حدیث یک کم شرح میدید. بله امیدوارم که حدیثی که من میگم از همین باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله به صحابگان سوال میکنن که اتدرون من المفلس؟ ای صحابگان آیا میدونید که مفلس کی است؟
صوبان گفتن که المفلس عندنا ما لا دینار له ولا درهم. مفلس گفتن یا رسول الله در نزد ما در اهل مدینه مفلس گفتم ما کسی رو میگیم که نه پول دارد نه مال دارد، یک آدمی که بانکروت مفلس گفته میشه، پول مال نداره. پیامبر گفتن که المفلس یأتی یوم القیامتی، مفلس یک کسی هست که روز قیامت می آید و او مثل جبال، مثل کوه عملهای ثوابهای بزرگ دارد و مانند کوه احد، یک چند برابر کوه احد عملی ثواب دارد. یک موحد روز قیامت می رود، خیلی هم عملهای ثوابهای زیاد دارد مثل کوه احد و زیادتر، اما یک مشکلی دارد. شتم هذا، سب هذا، اخذ من مال هذا. یک کس اینه دشنام داد، اینه تحقیر کرد، اینه حقارت کرد، پول مالی اینه خورد، اینه غیبت کرد. انا میخلی در حق آدم ها کار کرده است. هر آدم میباید حقش گرفته رفتن میگیرد. یک آدم میباید الله میگه که فلان کس من حقارت کرد، میگن تمام ثوابش بیتینیم، مقداری حقارت کردگی ثواب دادن میگیرد، بالاخره همین کوه مثل کوه ثواب بودهش تمام میشد، نابود میشد. اما با آدم ها اومدن میگن که من این حقارت کرد، این خیل باشد، چیکار میکند؟ ثواب ندارد. اناکنون گناهی مردم به بالای سری وای زدن میگیرد به خاطر سبحان الله حقارت و دشنام و تحقیرش. اینقدر گناهی مردم به سرش جمع میشود که یک ذره ثواب ندارد، مثل کوه گناهگار میشود و بالاخره به جهنم انداخته میشود. به خاطر چی؟ سبحان الله، به خاطر یعنی دهانش، به خاطر دشنامش. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخ، الله يحفظكم كلنا. إياك. فکر کند که باید خستان در کار خیزد، در همین در آخر نماز سجده سهو میکند یا نه؟ زیادتی کرد در تشهد یکم صلی علی و بارک الله رو، بله باکی ندارد، باکی ندارد. علما گفتن در این مسئله سجده سهو نکند هم میشود. بارک الله فیک. جزاکم الله خیر شیخ. ایاک. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. ما ایجا برومدم، ایجا برادران نویسته سن مرا بولو کنه، ای بولو کرده هیچ کی را نمیشه اجیدن یاده گفتم بسته و یا نمیخونن پویانه که و یا نمیتونن بولو شیدن اجیدن یاده گفتم بسته و یا نمیفهمن چه بولو. میگم ما را شیخ بولو که تو میتونی بولو کرده آدم را بله بولو میگم مرا بولو که و یا سوال دارن، من نمیدونم چه و یا را بولو کردن، گفتم همو اجیدنی ده بستن بولو میشون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ جون یک ده سوال داشتم اگر اجازت باشه. بفرمایید برادر. همین یکم سوالم که آیا در همین جنگی که در تاجیکستان رفته است از ما در همین اشتراک کنیم، آیا در اسلام حکمش چیه؟ برای یک ویدیوتون دیدم برای ارمی تاجیکستان گفت زدین
به همین خاطر گفتم که آیا در همین جنگ اشتراک کردن ما چی حکم دارم. بارك الله فيكم. البته الله سبحانه و تعالی هرگز ظلم دوست ندارد. وقتی که یک قوم به مردم عادی ظلم میکنند، مردم عادی مسلمان و نمازخوان باشند، در این حالت شما همه مردم به یاری بکنید، نه به خاطر سرزمین، حدود، پرچم، نیو همه مردم به یاری بکنید. اگر در حالت های وزمینی باشد باکی ندارد. اما در حالت ملتگرایی نه. شما رفته تو قرغیز ها تاجیک را کشتند، من باید قرغیز کشم، این کفر است. قرغیز مردم های زیادی مسلمان دارد که در این از این مسئله بیخبر است یا که به این مسئله همراه نیست. اما هم طاغوت هایی که لشکرهای طاغوتی که میاند مردم چرکو اینا را میکشند، مردم بیچاره مسلمان را میکشند، در این حالت شما به این مردم مسلمان یاری بتید او همون لشکرهای طاغوت بزنید، در این حالت باکی ندارد. لیکن بالاخره در همه این حالت ها احتیاط شوید که خیلی جانب های کفری و شرکی زیاد دارد. لشکر وقتی همراه شوید مردم عادی کشید یک مشکلی است، لشکر کتی همراه شوید یک کفری دیگر است. از همه این چیزها باید انسان جدا باشد. بارک الله فیک. سرزمین میگن مثلا که انا دفاع از مادر پدر میگن، این یگان چی این نیست گپای که گپای نه، کوچگی این خیلی گپا نیست، گپای کوچک است. سرزمین مسلمان هایی که هست فرق ندارد. حاضر مثلا قرغیز ها را خود حکومت قرغیز ها اومده قرغیز های مسلمان کشد، شما تاجیکو باید رفته یردن بکنید مسلمان ها. شرط نیست که مسلمان فقط چرکویی باشد. مسلمان قرغیزه دیدید که مثلا حاضر حکومت خود قرغیز آمد مردم خودش کشتن سر کرد مسلمان ها را، باید شما رفته یردن بکنید به این مردم مظلوم. شرط نیست که فقط تاجیک فقط همون رختی کشیدگی درون به یردن که بیرین که کار ندارید. این درست نیست. این یک ملتگرایی، یک طاغوت پرستی است. بلکه حمایت مسلمان در همه جا است. خواه قرغیز است، تاجیک است، ازبک است. وقتی که دیدید که طاغوت اومده مسلمان کشی کرده ایستادند، اگر توانید خیزید مسلمان ها به خاطر دفاع مسلمان ها یردن بکنید، نه به خاطر دفاع مرز و بوم و دفاع دیار ارجمندی ما گفته شیر خواندن و بیرق و بعد از این رفته مردم مسلمان قصد جاهلانه گرفته مردم مسلمان قرغیز کشی کردن. نه، باید فرق روید که اینجا کی و کی جنگ کرده است. بارک الله فیک. تمام شیخ جان فهمیدم. ایشه دیم سوالم همینه که یک برادر تاجیک مون، یک برادر مسلمان مون به گفته خودش همه دیگر برادرامون فن میکرده، از جمله دخترها را بسیار فن میکرده، شما میگرفته و کارت همینطور میکنم، ویزتون تیار میکنم. ما همه را مثال به قپی و یگون غیر اسلام مقصد بزنیش و ویدیوش کنی پرتویش، آدم چه گناهگار میشه. این قاپیدن و مسلمان ها این قاپند، ترسونند، ادبش بیتیند که مسلمان ها را فریب نکن. این حکم غیر الله نیست. اگر این کار مسلمان ها کنه حکم الله همین است. حکم الله این خیلی آدم ها رو که مردم فریب میتید قاپیده، محکم کردن، زدن. اگر دزدی کرده باشد دستش بریدن. این فریب دادن دزدی نیست. فریب دادن دزدی نیست. از همین جهت فریبگرها رو میبرند، محکم میکنند، میزنند، پولها را گردونده تی میگند. این خیلی حکم شریعت همین است. بارک الله فیک. مقصد که فریبگر زدن یگون خطاگی نداره نه. فریبگر یک بار زدن درست نیست، بلکه فریبگر اول دستگیر میکنید از نظر شریعت. بعد از این میگید که تو خیلی مردم فریب دادی، تو باید مبلغ منهای گردونده بیتی و از این فریبگری توبه کنی. اگر او قبول کند پول اونها را در پیش شما میتید، توبه میکند، سرد میتید، میرد. قبول نکند تو قبول کردنش بعد یا لط و کوب هایی که مثلا به شکست و ریخت که بر رویش و به ایناش نباشد، به تخت و پوشتش مثلا بعضی از دره ها و محکم کرده موندن در یگون جای این چنین چیزها هست. بارک الله فیک. رحمت الله بر شما حضرت جان، رحمتی کلام. حیاک الله. برادر عزیز، الله همه شما را حفظ بکند، الله به شما برکت بتید. من به خاطر یک خبر دادن در اومده بودم که ببینید الحمدلله خیلی سوال جواب کردیم. برادر اینجا میگن که استاد میتونه مقدمه کتاب علی بن انصار دیانه. من اولا نمیتونم برادر، امروز نمیتونم، ان شاء الله روزهای آینده حرکت میکنیم برادر عزیز. سبحان الله.
الله من شما را حفظ بکند برادرای عزیزم. طالب علم برای صحبت بکنید.